سلام پر از مهر و محبت را نثار هر یک شما میکنیم دوستان و مخلصان سامانه فرهمزله. امروز صحبت داریم با گل دخترکه که امروزها در سامانه اجتماعی همه پیگیرش هستند و عاشق آوازش هستند. از عشق میخواند، از مادر میخواند، از تنهایی میخواند، از وطن میخواند. سرودهایش سر تا پا از مهر و محبت است. اینقدر آواز فراهم دارد که کس با شنیدن سرودش با آوازش مفتون میگردد و امروزها همگی از او سوال میدهند که با غزال عنایت چی میشود که اینقدر آوازتان مانند است. البته از آن همین سروده که با غزال عنایت سرودش را خوانده است در همه جا خید گشته است و هر روزه توی معرکه‌هایش نسبت به آن همین سرود زیادتر است و سایت‌های اجتماعی پیگیرش است. خوش آمدید اپا جان. تشکر زیاد فراموش جان. سلام درود خدا به شما و بینندگان سایت شما میرسانم. تشکر زیاد که مرا به برنامه‌تان دعوت نمودید. زنده و سلامت باشی اپا نصیبه جان. یک باور کنید چقدر وقت بود که میخواستم با شما یک صحبت گذارونم، چون که بعد از آن همه ویدیوهای شما در سایت های اجتماعی برآمد بسیاری ها از من سوال کردند که همین دخترک به غزال عنایت چی می شود؟ یعنی که آوازی همو رو به خودش مانده است، مثل که آوازش رو مانده است و خودش تنها دهان می جنباند و خلاص. و من خواستم که از نزدیک دعوت نمایم و صحبت گذارم، از نزدیک شما بخواند و مخلصان گوش کنند. تشکر، زنده باشید. چرا نه؟ البته من به نزدیک یک پارچه سرودی غزال عنایت رو خوانده در صفحه هم گذاشتم. بسیاری از بر من همین سوال بدادند که صدای آن کس است، این دختر تنها لب می جنباند. نه، البته این صدای خودم هست و با غزال عنایت هم یگام نزدیکی ندارم. من دختری تاجیک هستم. شما رو زیاد به دختر دیگر سراینده ها مانند میکنن. یک بار میگفته درباره خودت کمک معلومات میدادین که از کجا هستین، سالتان چند است و کی شروع کردید به سرایندگی؟ سلامت باشید. من زاده ناحیه واسیه هستم. این زمان در شهر کار و فعالیت نموده ایستادم. صنعت رو از خردسالی من ذوق زیاد داشتم، لیکن طولی یک سال زیادتر می شود که بین مردم و بین مخلصان هستم. سلامت باشین. چی سبب شد که شما رو آوردید به همین سرایندگی؟ به کسی پیروی کردن خواستید که آرزوی دلی خویش بود؟ نه، البته من به کسی پیروی نمی کنم. آرزوی دلی خویش بود، آرزوی کودکی بود، آرزویی که از خردی فیلم های هندوگی بودند ما تماشا می کردیم. بله. از اون زمان من زمزمه می کردم صوت های هندوگی رو و وقتی که مقصد در فکر و خیال هم نبود که من روزی صنعتکار شوم. کالج طبی رو ختم نموده این حال کار و فعالیت میکنم در ساحه طب و ذوق زیاد بود که امروز من در بین مخلصان هستم. سلامت باشید. یک سال باز است که شما در بین عامه هستید و صنعت را چگونه قبول کرده؟ صنعت به شما چی داد و چی را از شما گرفت؟ و سوالم برای شما چرا این است که نفری هست که بعد از یک سال که با مخلصان است میخواد که ترک صحنه کند و دوباره نبراید و انسانی هست که میخواد که از صحنه دیگر نبراید. همین را میگفتید که پشیمان هستید و اینکه میخواد به ادامه دهید. سلامت باشی فراموش جان. نه، البته من کسب رو انتخاب کردم و خیلی زیاد دوستش میدارم. پشیمان نیستم، چون که یک هنگامی که من پیش سرود میخوندم چون گفتم باوری نداشتم که آینده من این کسب رو دوام دهم و وقتی که سرود خوندم و مردم مرا نقص قبول کردم، مخلصان خود رو پیدا کردم، از این خاطر بهر مخلصان خود میخواهم که ذوق من دوباره پیدا شد، یعنی که زیادتر شد. از این رو من میخواهم که بهر مخلصان خود کسب رو دوام دهم. این زمان هر دو کسبم رو. سلامت باشد. نصیبه جان، من فکر میکنم به عقیده من که از همه کاری دشوارترین این سراینده شدن است، زیرا که مشهور شدن آسان است ولی محبوب شدن دشوار است. وقتی یک سرود تیار میکنی که تا به دل بیننده آن رفته رسد، تا که از دل بیننده بخونی، ولی من امروزها میبینم که زیادی از دختران زود سراینده میشوند و شما چی توصیه میدید برای آن نفرانی که میخوان زود سراینده شوند و یعنی که کسب سرایندگی را انتخاب کنند؟
سلامت باشید فرامز جان. البته که سوال دیده شما چنین یعنی که صنعتکار شدن به نهایت دشوار است. اگر که کسی صنعتکار باشد میفهمد آسان نیست، ولی برای یک سرود رو به دل بیننده جای کردن خیلی زحمت رو طلب میکند و من چنانی که گفتم هر کس مخلص خود رو دارد. بله. من از این سرودهای هندوگی و سرودهای مقصد افغانی توانستم به دل بیننده جای گیرم و آدمانی که نه به صحنه برآمدنیان چی میگویند، یعنی که کسی که به خود باوری دارد. بله. باوری دارد میتواند دوام بیاد. اونهایی که از خود باوری ندارند شاید که به عقب برگردند، یعنی که نخواهم که دوباره پیوندند. البته وقتی که باوری رو به خود میبینی میخواهی دوباره دوام دی. برای چی؟ برای مخلصان، برای آنهایی که از خود خواهش میکنند که سرود ایجاد کنی و سرود برای آنها زمزمه کنی و برای خرسندی آنها. البته که چرا نه؟ به فکر من که اگر نفر که استعداد دارد، یعنی که صنعتکار است و میتواند به جای برسد و نفر که هوسکار است تا آخر نمیرود و شما میگفتید که از زمره کدامش هستید؟ سلامت باشید. من البته که میخوام که با صنعتم دل مخلصان خود را پیدا کنم. اگر هوس باشد شاید مدتی باشد، من تا این دم شاید که دیگر برآمد نمیکردم، اما هر گونه که سرود میخوانم و مخلصان با خوبی و با خوشحالی قبول میکنند، این باور کنید برای من خیلی خوشحالی کلام است. سلامت باشین. پس میرویم به آن همون سروده که امروز شما را همگان میشناسند و قبول کردن و شما را حتی با آواز غزال عنایت گفته صدا میدهند. مرحمت. سلامت باشید. این 4 مصرع را برای آن نفرانی میخوام بخوانم که تا حال یعنی به من می نویسند که این صدای خودش نیست، صدای غزال عنایت است و میخوام که بیننده عزیز مرا شنود و باور کنید که این صدای من است. مرحمت. جام و هم طاقی تو گلدازی ای ره گذری مرا با هم می سوزی من مهر محبتت بدل می دوزم که چشم وفا بر سوی من می دوزی من خنده کدم غمزه کدم دیده ندیدی فریاد زدم تو را بگو یا نشنیدی دیوانه کدی بنده کدی به یک نگاهت بر داد دل و دیده چارم نرسیدی دامن دامن برای تو گل چیدم تا دیدن تو به خود نمی گنجیدم تو نغمه کنان گذشتی رفتی اما از سوی تو یک حرف هجا نشنیدم من خنده کدم غمزه کدم دیده ندیدی فریاد زدم تو را بگو یا نشنیدی دیوانه کدی بنده کدی به یک نگاهت بر داد دل و دیده چارم نرسیدی. یک جهان تشکر زیاد. در حقیقتا من فکر کردم که در نزد من غزال عنایت خوانده است. زنده و سلامت باشند. من باور دارم که با این قدر آوازی فارم آینده درخشان شما را انتظار است. من پیش از برنامه شما در یک برنامه دیگه هم اشتراک کرده بودم. همین سوال بود. در آن سوال باور میکنید من هنگامی که نام مادر را گرفتم من به عشق نتوانستم و از اون برنامه برآمدم و وعده دادم که اگر برنامه های آینده باشد من کوشش میکنم که دیگر گریه نکنم برای آنکه متاسفانه مادر را از دست داده ایم. 45 سال است که مادر با ما نیست. این خواهشی مادرم بود، صنعتکار شدن من یعنی سراینده شدن. هر گونه که سرود میخوانم مادرم در یادم میآید. میدونید به مادر زندگی کردن خیلی دشوار است. بله. خیلی. تکیهگاه نیست، همدرد نیست، هم قلب نیست و همدردی که گوش کنند و تو را بفهمد نیست. و هر گاهی که میخوایی به کسی درد دل کنی یگانه نفر که تو را میشنود و یگانه نفر که از درد تو را پزمان میشود تنها مادر است. هیچ مادری را از فرزند دور نکند. بله. به مادر بینهایت زندگی مشکل است، چون مخصوصا دختر هر چیزی که هست درد دلش را میتواند به مادرش. به درد دل خود را با یک زمزمه سرود مادر برآورده سازد با 4 مصرع. کنارم مادرم باش
شد دلم آرام شد در و دیوار خانم گلشن و گلفام شد دو دستش بر سری من بام شد دو دستش بر سری من بام شد تمامی خوبی ها با نامی او آغاز هم انجام شد. تشکر زیاد برای اینقدر صدای خوبتان. نصیبه جان میگفتد که نقشه های شما چی است و یگان کلیپ به نزدیک پیشنهاد میکنید برای مردم؟ سلامت باشی فرانوز جان. البته من چون با سرودهای ویزال عنایت رو خواندم و سرودهایی که هندوگی بودن من پیشنهاد کردم، بسیاری مخلصان از من خواهش کردند که سرودهای خودتان باشد. برای همین من در آینده کوشش میکنم که سرودهای خودم و کلیپ های نو بنام برای بیننده عزیز پیشکش نمایم. یک جهان تشکر زیاد. من باوری دارم که شما در آینده حتی کنسرت خود را برای مخلصانتان پیشنهاد میکنید و باوری دارم به این همه و من میندارم از شما که وقتی پرکمت خود را امروز دریغ نداشتید و مهمان برنامه من شدید. تشکر زیاد. زنده و سلامت باشد. یک صحبت خوب بود. خوب دوستان عزیز، این بود یک انا همین صحبت کوتاه با نصیبه ایدیوه. باوری دارم که برنامه به شما پسند آمد. کدام هنرمند را که میخواهید در برنامه نوبتی ببینید پس در زیر کامنتاریا نویسید. خیر عزیزان.